مسائل به طریق گفتگو با روی دیپلماتی آینده نیز البته حل خود را می‌یابد. بهاءالدین بهادرزاده شهردار اسفره پس از 2 روز مناقشه در مرز اسفره و بادکن حادثه را شرح داد و گفت که این وضع در پی یک سبب ناچیز رخ داده زود حل و فصل گردید. واقعا وقتی که ماشینی کورونی زخم می‌گذشت از بین وی گویا با شهروندی جمهوری قرقیزستان کمتر یادگاری شده گویم وی دادگی خبر رساندگی با همین سبب بین شهروندان جمهوری تاجیکستان و قرقیزستان مناقشه سر زدگی وابسته به این مناقشه حاضر علاقه مقامات‌های حفظی حقوق کار و فعالیت دارند. خودی همون روز ما با نماینده‌های ناحیه بادکن با راهبری ناحیه و دیگر نماینده‌های حفظی حقوق ناحیه واخوردیم. بعد از آن خودی همون روز نماینده‌های ولایتی از ولایت سوخت و ولایت بادکن حاضر شدند واخوری گذراندند. همه مسائل به طریق گفتگو حل و فصل خودش یافت. روز 24 ایول ساکنان منطقه‌های مرزی شهر اسفره با فرستادن عکس و نوارها گفتند که در نتیجه مناقشه قرقیزتباران و تاجیکان قسمه‌های گوناگون 3 ماشین شکستند و 4 شهروند تاجیکستان ضرر سبک جسمانی برداشتند. روز 25 ایول کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان با نشر یک اظهارات خبر داده بود که حادثه در محل معروف به دچه رخ داده است و تفصیلات آن چنین است: در نزدیکی درآمدگاه دهه آقسای قطار ماشین ها از طرف شهروند جمهوری قرقیزستان ساکن جماعت دهات آقسای کشور همسایه که در حالت مستی ماشین تمغه مرسدس بنز رقم قید دولتیش 134 ACG 03 KG را اداره می‌کرد با بهانه آنکه گویا یکی از ماشین های تویانه برای حرکت او مانع ایجاد کرده است راه حرکت ماشین ها را می‌بندد. سپس از ماشین بیرون شده ماشین های شهروندان تاجیکستان را مورد سنگباران قرار می‌دهد. جانب تاجیکستان تاکید نمود که کمیسیون مشترک دو جانبه سبب و عامل‌های اساسی مناقشه را بین شهروندان دو دولت معین می‌نماید. رئیس شهر اسفره گفت که عین زمان وضع در مرز هر دو کشور آرام است. مرز تاجیکستان و قرقیزستان که نزدیک 300 کیلومترش تا حال معین نشده است سالهاست به مکان نزاع میان ساکنان و نظامیان تبدیل شده است. دو طرف به سر آب و زمین و چراگاه بارها با هم مناقشه کردند و همیشه یکدیگر را در سر زدن حادثه ها گناهکار میکنند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر اسفره.